درود با همه دوستان عزیزان. 2 تا بسته قهوه آوردیم مال شرکت دکتر بیز. میخوام بهتون بگم که این بسته ها، این قهوه ها اصلا فیک ندارد. یک سریا هستن، حالا ما چون ارزون میدیم به یه شخصی، اون شخص میره از پیجای دیگه سوال میکنه، اون پیج میگه بابا این فیکه. چرا فیکه؟ چون مخدوشه. عزیز من، این مخدوش شدن ربطی به این نداره که این بسته فیکی یا نه. من الان 2 تا بسته آوردم خدمت شما، یکی مخدوشه، یکی مخدوش نیست هولوگرامش، ولی اینا نه این فیکه نه این، هر دوش اصله. شما چون میای این قهوه رو از من ارزونتر میخری، من واسه اینکه شرکت متوجه نشه که از من شخص خریدی و جایگاه منو حذف نکنه، من از شرکت بیرون نکنه، من مجبورم این بارکد رو مخدوش کنم. سود به شمای خریدار میرسه، خیالت راحت. و اینم بهتون بگم با یه مخدوش کردن این هولوگرام یا این بارکد، این قهوه فیک نمیشه عزیزم. الان من اینو مخدوشش میکنم. آیا این فیک میشه؟ آیا این فیک میشه؟ الان این فیک شد به نظر شما چون مخدوش شد؟ الان این فیک شد عزیز من. اینا فقط حرفه. قهوه‌ای که از پیج ما میخری اصله. کلا قهوه گانو درما فیک ندارد. تمام.